سلام مهربان به کافه تاروت نیاکان خوش آمدید. اینجا جایی است که می توانید با آرامش و در محیطی دوستانه به بررسی پیام‌های تاروت بپردازید و از انرژی‌های مثبت آن بهره مند شوید. امروز قصد داریم با هم به عمق کارت‌های تاروت برویم و ببینیم که این کارت‌ها چه پیام‌هایی برای شما دارند. امروز می‌خواهیم با هم انرژی خانی تاروت رو بررسی کنیم و ببینیم که تاروت چه پیام‌هایی برای شما داره. هر کارت تاروت داستانی برای گفتن دارد و می‌تواند نوری بر مسیر زندگی شما بیندازد. با ما همراه باشید تا این داستان‌ها را کشف کنیم. ابتدا به گذشته نگاه می‌کنیم. کارت 36 یا صلیب. این کارت نمایانگر مشکلات و دردهای جسمی و عاطفی است که تجربه کرده اید. این مشکلات ممکن است شما را به چالش کشیده باشند، اما همچنین شما را قوی‌تر و مقاوم‌تر کردند. این کارت نمایانگر مشکلات و دردهای جسمی و عاطفی است که تجربه کرده اید. این مشکلات ممکن است شما را به چالش کشیده باشند، اما همچنین شما را قوی‌تر و مقاوم‌تر کردند. این کارت به شما یادآوری می‌کند که هر چالشی که با آن روبرو شده اید، شما را به فردی قوی‌تر تبدیل کرده است. ممکن است نشان دهنده آزمون‌هایی باشد که پشت سر گذاشته اید و اینکه توسط قدرت الهی محافظت شده اید، اما نگران نباشید. این کارت به شما اطمینان می‌دهد که هر چالشی که با آن روبرو شده اید، شما را به فردی قوی‌تر و مقاوم‌تر تبدیل کرده است. چون حالا نوبت کارت حال است، کارت زیس یا باغ. وضعیت فعلی شما با هارمونی، شادی و دوستی‌های خوب توصیف شده است. این کارت نشان دهنده دوره‌ای از آرامش و خوشبختی است که در حال حاضر در زندگی شما جاری است. وضعیت فعلی شما با هارمونی، شادی و دوستی‌های خوب توصیف شده است. هر چیزی که کاشته اید اکنون در حال برداشت است. این کارت به شما نشان می‌دهد که تلاش‌ها و زحمات شما به ثمر نشستند و اکنون زمان لذت بردن از نتایج آنهاست. هر چیزی که کاشته اید اکنون در حال برداشت است. این کارت نمادی از آرامش، صلح و هارمونی است که در زندگیتان جاری است. این دوره از زندگی شما پر از فرصت‌های جدید و لحظات خوشایند است. این کارت نمادی از آرامش، صلح و هارمونی است که در زندگیتان جاری است. این دوره از زندگی شما پر از فرصت‌های جدید و لحظات خوشایند است. اکنون زمان آن است که از این لحظات لذت ببرید و به خودتان اجازه دهید که در این آرامش غوطه‌ور شوید. حالا به آینده نگاه می‌کنیم. کارت پینز یا خرس. این کارت به قدرت، رهبری و اراده قوی اشاره دارد. این کارت نشان دهنده دوره‌ای است که در آن شما با قدرت و اراده قوی به سمت اهداف خود حرکت می‌کنید. این کارت به قدرت، رهبری و اراده قوی اشاره دارد. ممکن است شما یا شخصی که در آینده با او روبرو می‌شوید، دارای شخصیت سلطه‌گر یا محافظ باشد. این کارت به شما نشان می‌دهد که در آینده با قدرت و اراده قوی به سمت اهداف خود حرکت خواهید کرد. ممکن است شما یا شخصی که در آینده با او روبرو می‌شوید، دارای شخصیت سلطه‌گر یا محافظ باشد. این کارت به شما نشان می‌دهد که در آینده با قدرت و اراده قوی به سمت اهداف خود حرکت خواهید کرد. همچنین این کارت به امور مالی و سرمایه‌گذاری‌های مهم اشاره دارد. این کارت به شما نشان می‌دهد که در آینده فرصت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های مهمی پیشروی شما قرار خواهد گرفت. این ترکیب کارت‌ها به شما نشان می‌دهد که پس از تجربه مشکلات گذشته، اکنون در دوره‌ای از آرامش و خوشبختی هستید. این کارت‌ها به شما نشان می‌دهند که پس از عبور از چالش‌ها و مشکلات، اکنون در دوره‌ای از آرامش و خوشبختی قرار دارید و در آینده با قدرت و رهبری به موفقیت‌های بیشتری خواهید رسید. این کارت‌ها به شما نشان می‌دهند که با قدرت و اراده قوی می‌توانید به موفقیت‌های بیشتری دست یابید. پس همیشه به یاد داشته باشید که توانایی عبور از هر چالش و مشکلات را دارید. لایک رو بزن و فالو بکن کافه تاروت نیاکان.
این کارت ها به شما نشان می دهند که با قدرت و اراده قوی می توانید به موفقیت های بیشتری دست یابید. شما را به دستان پرمر خداوند می سپارم. در نور بدرخشید و همیشه به یاد داشته باشید که توانایی عبور از هر چالش و مشکلات را دارید. در نور بدرخشید.